صبح بخیر برادران قندنباتم زنده و سربلند باشین. با شما هست حاجی محمد. خب من بخشش خیلی نوار کردنی نبودم، کمتر سر ویرون شد، سری باباها ویرون میشود وقتی که کارو بزه میشوند، کارو به مصلحت میشوند، سرای باباها همش ویرون میشود، سرای کلونا ویرون میشود. سری من کمتر ویرون شده خیلی مایل شکن مراجعت ما با اسوسیاسیای بلوگرای تاجیک میکنم. بلوگرای تاجیک شما رو نامحترم بگم قهرتون میکنه. یکم خطابی ما یا خطابم نگم، اتویتم نگم، یک نمیدونم چقدر قد شما ما گپ زنم، چقدر گپ زنم. با باخا ما یا نوار تماشا کردم شب با باخا مراجعت میکنم. باخایی که برآمدی یک اسوسیاسیای بلوگرای تاجیک در برآمدی روی کاغذ نتونستی خوانده کو، ما اول به تو مراجعت میکنم. برادر قندم آدم لفظ داره، لفظش نمیسته. چی گفته بودی؟ چی گفته بودی تو؟ من که نوار میکنم اینترنت میپرتم. بلوگرها حدی خودتون بشناسین. همین بلوگرها که واقعا هیچ کنه نیستین شما. هیچ کنه نیستین شما. هیچ کدام در کارم نیستین. 99% ممکن یکم فایز در کار باشین برای جامعه. دیگه هم تا در کار نیستین. هیچ کنه شما. فهمیدی؟ گپ شما در پاتینکاتون میزگره. نه که ما همچون بابا درد میکنه. فهمیدی؟ اسوسیاسیای بلوگرها باشه که جدا شما. کنه اسوسیاسیای بلوگرها که ما برام اونجا بینی ببینی قطعا ما اسوسیاسیای بلوگرها گپ زنم. باخا فرامادی های ماشین تا با یک نازو کرشمه قطعی فرامادی ولی قطعی تو صحبت و هسته. بعد برادر دوستمراد حاجی دوستمراد سر کنم با گپا. مسئولیت چی بود؟ مسئولیت چی بود؟ چی گپا؟ خیلی اساسیاته، خیلی رفتنه، خیلی کار برای دوستمراد بس احترام قگا میزنم. خب برادر تیجی خیلی سلامتیات خوبه. نمیامد که میگن آفیس در صدبرگ در گجای نمیامد که گپ زنم قطعی برادر تیجی با هم ماشینای پدرلانه است که هم تا با هم ناز کرشمه قطعی میفرو اساسیات بلوگر خیلی کنه باباتون که بابا داره ندارین صاحب داره ندارین شما برادر تیجی خیلی ناز کرشمه قطعی میبکد یکم الیگارخ باره میبیا گپ میزنی گپ زنم درباره کنکورسی تو با برادر رو بخشش من که نوار کردنی نبودم که درد میکنه. پگه 62 ساله میشین بعد جوانای نامحترم گپتون نمیگیره فریبتون میگیره بان که دردتون میکنه گپ میزنید. دکتر سلامتیت خوبه؟ گیره کردی مولا کردی برای کرونا ویروس. آیا بابات کرونا ویروس ندیده بود؟ بابات یک اویله 8 کس در بالینسای تلما خوابیده. سهر میخواستیم که کدیم میمرده باشه نوبتی که میمردن. روزا رو ما ندیدین. بلاگر شدی ها؟ رفتی گپ میزنی و میکنی ها؟ نمیشناسی مرا. تو نمیشناسی مرا ها؟ دکتر تو میشناسی مرا. تمام جاده گپای مرا گمه تمام جاده گپ خبری ما. یا که برادر عثمان در جنازه شنپس در جنازه شادی قدیم ساز گپ نزدی. تو پیر نمیشه. تو پیر نمیشه ها؟ تو پیرشوی نداری. میگن آزادن روش رنگ روش بابا سفید میشه. با میگن که با پود بالاوی گورا تو بلوگری نکه برا. برادر آدم و آدمگری گفتن در کار. در جنازه قدیم سلام نکردی، تریز دادی، گرختی. فهمیدی عثمان؟ همت خطیگه میزنم. همت خطیگه میزنم. جنازه برادر شادی رو آوردن کو شنفسا. همین عثمان آمد مرا دید لرزش گرفت. لرزش گرفت نمیدونم چرا لرزش گرفت. چی گپ دارین شما؟ خیلی بلوگرین، خیلی اساسیاسه، کجا رفتین شما؟ چی گپه شما؟ ما در تاجیکستان در کلخوزی تلمونی صدایا. در وحدتم. خیلی بلوگرین شما. کنه تا حاضر ما همین خمیگم که حجتای مرا توغری کنین، حجتای مرا بنویسین که ما نالوگی دولت بسپارم. با ما پگه برای نالوگی دولت مرا متهم نکنن. شما چیکار کردین؟ کجا دین حاضر شما؟ چی کجا رفتین شما؟ شما مرا وعده کردین یک دن زنگ نزدین. چی گپه؟ ولی گپا بسیاره. همه خطیگه میزنم. وعده کردین که دوست مراد، وعده کردی بخا، وعده کردی که میریم
اونجا دا برادر می بیا یک قضیه صحبت میکنیم. بیا نام هم برادر رو نگیریم که با بسیار کامنتر می‌نویسن. صحبت ها بسیاره. باقی در پناه الله باشین. به پیر نرفت در امانی هر چند سکندری زمانی گولکا گولکا اولی هیچ جورا ندیدیم شما. اولی پیش پایای میخریم. فهمیدی؟ همه خاطی گام میزنم. پولدار خاطرم گام میزنم، بی پولت خاطرم گام میزنم. گابزن خاطر گام میزنم، خپت خاطر گام میزنم. بخشیش. من این خیلی نور کردنی نبودم. یکی دردم کرد. فهمیدی؟ بلوگرای نامحترم.